سلام و درود دوستان، چطورین؟ امیدوارم روز خوبی و پشت سر گذاشته باشید. این روزا اگه به سایت‌های فروش گوشی یک سری زده باشید متوجه میشید که پرچمدار سال قبل سامسونگ یعنی گلکسی S22 5G چیزی حدود 27500 28 بعضاً 29 تومن قیمت خورده و حالا از خودمون باید بپرسیم آیا ارزش خرید داره این گوشی توی این موقعیت بریم سراغش؟ چون از زمان عرضه S22 5G 1.5 سال حتی بیشتر گذشته. ببینید الان S23 5G نسخه معمولی مد نظرمه چیزی حدود 43 میلیون تومان قیمت خورده اواخر شهریور و اوایل مهر ماه 1402 و واقعیت ارزش خرید بالایی نداره. یعنی اگه شما یک 3-4 میلیون تومان پول روی بودجه S23 معمولی بذارید میتونید S22 اولترا بخرید، یه مقدار خیلی کمی بیشتر حتی میتونید S23 اولترا بخرید. خب خیلی تفاوت دارن این دوتا گوشی با هم دیگه. ولی از اونجایی که S22 5G 28529 تومنه پس میتونه یه جور برد محسوب بشه برای کسایی که میخوان گوشی سامسونگ پرچمدار بخرن. دو تا مؤلفه هست که یکیش باعث میشه S22 5G الان ارزش خرید بالایی داشته باشه و یه مؤلفه دیگه باعث میشه که این گوشی ارزش خرید پایینی داشته باشه. در مورد طراحی قسمت جلویی S22 5G که نگاه کنید هیچ تفاوتی با S23 معمولی نداره. هر دو صفحه نمایش‌هایی دارن با حاشیه‌های یکسان و بسیار کم که تشخیصشون خیلی از همدیگه سخت‌تره. تنها تفاوت صفحه نمایش S22 5G نسبت به S23 5G اینه که روشنایی حداکثری S23 به 1750 نیت میرسه ولی S22 چیزی حدود 1200-1250 نیت. ولی هر دو تا گوشی صفحه نمایش بسیار روشنی دارن، زیر نور مستقیم خورشید قشنگ میتونید از هر دو تا گوشی به راحتی استفاده کنید. اینجا یه نکته‌ای هست. توی بازه 28 تومن ما چندین گوشی داریم از برند شیائومی که صفحه نمایش‌های 6.6 اینچی 6.7 اینچی دارن، صفحه نمایش‌های بزرگتر. من خودم صفحه نمایش‌های کوچیک رو دوست دارم، گوشی‌های کوچیک رو دوست دارم به خاطر قابلیت جابجایی راحت‌ترشون. ولی شما که دارید این فیلم رو می‌بینید امکان داره مثل من گوشی کوچیک دوست نداشته باشید، یعنی یه گوشی دوست داشته باشید با صفحه نمایش‌های بزرگتر. برای همین اگه ملاکتون صفحه نمایش بزرگتره، خب S22 با صفحه نمایش 6.1 اینچی خیلی کوچیکه براتون. صفحه نمایشش دقیقاً اندازه صفحه نمایش آیفون 13 و این صفحه نمایش برای کسایی که محتوای زیادی روی گوشی می‌بینن شاید زیاد جذاب نباشه. ولی از اون سمت قضیه به خاطر صفحه نمایش کوچیک و اونایی که صفحه نمایش کوچیک رو دوست دارن S22 میتونه انتخاب جذابی باشه. تراکم پیکسلی بالاتری داره، صفحه نمایشش هم کیفیت فوق‌العاده بالایی داره. بالاخره صفحه یک گوشی پرچم داره. اما در مورد سخت افزار چجور؟ خب اسنپ دراگون 8 جن 1 رو داره، یعنی نسخه اگزینوسی S22 28 تومن نیست. اون چیزی که 28 تومن شده نسخه اسنپ دراگونه و اسنپ دراگون 8 جن 1 هم پردازنده فوق‌العاده قدرتمندیه. ما الان این پردازنده رو تو یک سری از گوشی‌های قاتل پرچمدار می‌بینیم که توی همین بازه قیمتی S22 عرضه میشن. یعنی از لحاظ رابط کاربری، گشتن توی رابط خود گوشی، حتی بازی کردن، به راحتی میتونید از این گوشی استفاده کنید. اما چون گوشی اندازش کوچیکه یه مقدار بیشتری نسبت به گوشی‌های بزرگتر که همین پردازنده رو دارن ممکنه داغ کنه. یعنی اون داغی هم آنچنان تاثیر زیادی نداره، مثل پردازنده‌های اگزینوسی قدیمی سامسونگ نیستن که بخاری بودن عملاً. و این پردازنده دمای نسبتاً مناسبی تولید میکنه و عملکرد گوشی مختل نمیشه بر حسب داغی پردازنده. اما مورد دومی که باعث میشه شما سمت S22 5G نرید باتریشه. این گوشی یه باتری داره با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت و این ظرفیت باتری نسبت به اکثر گوشی‌های معمول بازار ظرفیت کمتریه. الان اکثرا 5000 میلی آمپر ساعتن دیگه، خیلی کم باشن 4500 میلی آمپر ساعت. ولی در مورد 3700 میلی آمپر ساعت S22 باید بهتون بگم که شارژدهی ضعیف‌تر از S23 داره. یعنی اگه S23 معمولی بخرید خب شارژدهی بهتری داره.
این گوشی شارژ دهیش چیزی شبیه به گلکسی S21 FE. خب بارها توی بررسی‌ها گفتن که این گوشی باتری ضعیفی داره و شما حتی اگه توی روز کارهای سنگین انجام بدید مجبور میشید گوشیتون رو به شارژ بزنید. S22 معمولی هم دقیقاً همین شرایطو داره. از لحاظ باتری و شارژ دهی به هیچ عنوان شما رو راضی نگه نمیداره. مخصوصا سرعت شارژش که 25 وات، علاوه رقبای شیائومی 67، 120 وات، بعضا حتی 240 وات که سرعت‌های بالاتری هستند و از لحاظ شارژ دهی مخصوصا سرعت شارژ شدن این گوشی شما رو راضی نگه نمیداره. با توجه به اینکه S22 پرچم داره، خب یه سری ویژگی‌های مثل شارژ وایرلس، شارژ معکوس وایرلس و ما توی این گوشی می‌بینیم که توی گوشی‌های دیگه از برند شیائومی مخصوصا قاتل پرچم داراش نمیتونیم ببینیم. یعنی شاید شارژ وایرلس یه دلیلی باشه که بخواید گوشی پرچمدار بخرید، ولی اون ضعف شارژ دهی گوشی و شارژ وایرلس به هیچ عنوان جبران نمیکنه. پس اینجا ما به این نتیجه میرسیم اگه طرفدار صفحه نمایش کوچیک باشید این گوشی راضیتون نگه میداره، اما اگه طرفدار صفحه نمایش بزرگ باشید و شارژ دهی براتون در اولویت بالایی قرار داشته باشه، چه شارژ دهی خود گوشی چه سرعت شارژ شدن، S22 5G به هیچ عنوان گوشی مناسبی برای شما نیست. اما در مورد دوربین، الان شاید یه سری از دوستان سوال کنن خب ما با 10 میلیون هزینه کمتر میریم سراغ S21 FE، اونم ویژگی‌های S22 5G رو تا حدودی داره. بله درسته، ولی S22 5G نسبت به S21 FE کیفیت ساخت بالاتری داره، قسمت پشتی شیشه‌ایه در حالی که S21 FE پلاستیکیه و شما دوربین‌های بهتری رو دریافت می‌کنید. سنسور 50 مگاپیکسلی رو داریم نسبت به سنسور قدیمی 12 مگاپیکسلی S21 FE و حتی دوربین تلفوتوی پیشرفته‌تر و دوربین سلفی با فوکوس خودکار، چیزی که ما توی S21 FE نمی‌بینیم. و این دلایلی هست که تقریبا میتونیم بگیم ارزش خرید S22 5G رو بالا میبره. کیفیت عکسبرداری همونطور که این گوشی بررسی شده فوق‌العاده بالاه و کاربر رو 100% راضی نگه میداره و نکته جالب اینجاست که دوربین اصلی S22 هیچ تفاوتی با دوربین S23 5G نداره. یعنی اگه شما اولویتتون دوربینه با هزینه خیلی کمتر میتونید این گوشی رو بخرید به جایی که S23 با ارزش خرید پایینتر رو تهیه کنید. اما یه گوشی توی آینده میتونه جایگاه S22 5G رو به خطر بندازه و اون گوشی چیزی نیست از خود برند سامسونگ، یعنی گلکسی S23 FE که الان که من دارم این ویدیو ضبط میکنم اکثر مشخصاتش لو رفته. پردازنده اسنپدراگون 8 جن 1 داره. البته این برای بازار آمریکا و اروپا و امکانش هست که ما توی بازار خاورمیانه یا حتی بازار ایران پردازنده اگزینوس 2220 رو داشته باشیم که اون اصلا قضیهش جداه. ولی در مورد دوربین ها کاملا شباهت دارن به S22 معمولی به غیر از دوربین تلفوتو و حتی دوربین سلفیش رو هم این دوتا گوشی یکسانه، ولی الان هنوز S23 FE عرضه نشده. پس این قضیه که این دوتا گوشی باید مقایسه بشن معکول میشه به ماه‌های آینده. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید و اگه خواستید یه گوشی پرچمدار سامسونگی توی بازار قیمتی 25 تا 30 میلیون بخرید این ویدیو به شما کمک کرده باشه. S22 گوشی بسیار با ارزشیه ولی با توجه به صفحه نمایش کوچیک و باتری باید یک مقدار در خریدش شک کرد. تا ویدیوی بعدی شما دوستان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار همتون.